حامی شناخته حقوق مهاجران والنتینا چوپیک که برای این فعالیت‌هایش اخیراً از روسیه اخراج کرده شد، به نووایا گازتا خبر داد که شام 8 فوریه کارمندان پلیس در یکاترینبورگ شهروند تاجیکستان خیرالدین اودینایف را در نزد خانه‌اش دستگیر کرده به جنگل بردند و از وی پول طلب کردند. اودینایف شام 8 فوریه با چوپیک در تماس شده خبر داد است که او را در نزد خانه‌اش کارمندان پلیس منع کرده کی بودند و در اینجا چه کار کردنش را پرسیدند و خواستند که حجت‌هایش را نشان بدهد. اودینایف میگوید تنها گناهش این بود که از آنها نیز حجت پرسید. کارمندان پلیس از این به خشم آمده دستان اودینایف را توپ داده به ماشینشان بارش کردند و مهاجر تاجیک را به شعبه پلیس نویه ورخ استیتسکی بردنی شدند. چوپیک میگوید من به آنجا با شکایت مراجعت کردم، بعد نمیدانم چی شد، ولی گمان میرود که کارمندان پلیس از این خبر یافته به گفته اودینایف او را به یک جنگل بردند و ترسانده طلب کردند که باید به آنها پول بدهد. اودینایف جواب داد است که آدم پولدار نیست و هم نمیداند که چرا باید به آنها پول بدهد. بعد این کارمندان پلیس اودینایف را دوباره به ماشین بار کرده به شعبه رقم 8 بردند. اودینایف توانست به چوپیک خبر دهد که در شعبه پلیس به وی امر دادند که به زانو زده برای شکایتش از حامیان حقوق عذر بپرسد. اودینایف اجرای این امر تحقیرآمیز را رد کرده است و آنها تهدیدش کردند که او را تا 15 شبانه روز به حبس میشنانند. به گفته چوپیک اودینایف ساعت 10 صبح 9 فوریه به وقت یکاترینبورگ توانست با همسرش در تماس شده خبر دهد که پایافزال و کرته او را کشیده گرفته در روی فرش سرد بتونی نگاهش داشتند و حتی اجازت به حجتخانه رفتن ندادند. اودینایف گفته است که او را به مقاومت به طلبات قانونی کارمندان پلیس عیبدار میکنند. اودینایف را روز 9 فوریه به دادگاه بردند ولی مرافعت دایر نشده است و او را باز هم به همان شعبه رقم 8 آوردند. اودینایف را برای مقاومت به نماینده دولت می توانند از حق اقامت در روسیه محروم و به تاجیکستان اخراج کنند. همسر، فرزندان، برادر و پدر اودینایف الکی شهروندی روسیه را به دست آوردند. خود او روز 15 فوریه برای سپردن حجت‌هایش برای دریافت شهروندی روسیه وقت گرفته بود و اما در شعبه رقم 8 پلیس یکاترینبورگ به نووایا گازتا گفتند که این شهروند برای قانون شکنی مأموری دستگیر شده است. خدمات مطبوعات پلیس یکاترینبورگ نیز خبر به جنگل بردن خیرالدین اودینایف و از این شهروند تاجیکستان پول طمع کردن کارمندان پلیس را رد میکند. این شهروند را کارمندان پلیس روز 8 فوریه در حدود باغ جمعیتی در نویه ورخ استیتسکی پیدا کردند. او طلب کارمندان وزارت کارهای داخله برای نشان دادن حجت‌هایش را رد کرده رفتار نامتناسب نشان داد، مقاومت نشان داده و به این دلیل مجبوراً به شعبه پلیس آن منطقه آورده شد. پلیس یکاترینبورگ گفت نسبت به خیرالدین اودینایف بر اساس ماده 19 قسم 3 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام مقاومت به کارمندان پلیس پرونده مأموری گشودند و اودینایف بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 2000 تا 4000 روبل یا حبس مأموری به مهلت تا 15 شبانه روز یا کارهای مجبوری به مهلت 80 تا 120 ساعت تهدید میکند. از بس که اودینایف شهروند خارجی است او را میتوانند همچون از حقوق اقامت در روسیه محروم و به تاجیکستان اخراج کنند.